سلام بچه ها، سلام به کسایی که منو ساب کردن و سلام به کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن. خب امروز باید با یه گیم پلی آلکاتراز. بله خب داشتم کنم نتش قطع بود، فینیشش بدیم. چرا کیلو داشت؟ ول کن دیگه. ما خودمون کیل نداریم، 2 تا کیل داریم، تو کیل دوزی میکنی. الان میام سراغت. میریم بالا بالا و بالا بالا و بالا. چه جایی هم ایست کرده، اسمش هم چینی ها. چه جایی هم ایست کرده، فینیشش بدیم. بله بابا چرا میافتی پایین؟ حداقل افتادم پایین آرمورم رو بزنم. چه صدا پای تمیزی هم میاد. برم پایین ریسکیه ولی خب میرم. یعنی اوضاع چه قراره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ 2 شات. ببینیم اینجا هست. نه خب بریم ببینیم. داش آرمور نزن دیگه. دارک اشکال نداره، لوتاتو ننداز. این لوتا دیگه گیرت نمیاد. بیوای او چه پرک لجندایی. به به. لجند شاتگان رو بگیرم. چه اپیک بیوای خوشگلی هم داری. بله آرمورم رو پر کنم و خب اومد. نباید اینجا رو میس میدادم ولی زدیمش. خانسا رو یارش رو بکنم. اومد اینجا آرمورم رو بذار پر کنم. بله تیرم ریلود کنم. خانسا رو فعلا فینیش بدیم. دوستان سابم کنید تا به 50 تا سابسکرایب برسم. از این بعد میخوام براتون لایو بذارم. خب داشتم میگفتم چه لوت هایی هم داره. اشکال نداره دیگه، باز لوت میکنه. چه لوت های تمیزی هم داشت. اچس دراپ 117 دراپ. و چه حالی بکنیم با این لوت ها. خب بچرخیم در زمین های آلکاتراز ببینیم کی قربانی میشه، من یا اونا. اینجا 2 نفر هستن. اولیو بزنم. دوباره اون دارکه که ای خدا. خب چه یارش هم نمیتونم بزنم. صدا پا دارم سمت چپ. بریم بالا یه شات رو هوای خوشگل. ای خدا ولی زدمش. دوباره خانساره. چه اسمایه میذاری؟ اسم با معنی بذاری. و هرچی مانی بزنیم به من ربطی نداره. خب یه اسم بذارین که حداقل یه معنی بده. بریم ببینیم چند به چندیم. تو داری به یار من تی میزنی عزیزم. بله اینجا از اینجا ایمو میگیریم. یه شات. میریم دنبالش، به سویش میدویم. داشت نایو میقالی. او آلفا MK آلفا باشه نایو میقاله. چه لوتی هم داره. اچ اسکلت رو کشیدیم بالا. و چه اچ اسکلتی. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین ممنون میشم که یه لایک بکوبین تنگ ویدیو و یه ساب. ممنونم از کامنتاتون. این داشون نامیراه واقعا. ببینین مثلا نصف خشاب روش خالی کردن. اینم میزنیم از بالا. بله میریم برای دومی هم میزنیم. او کجا خوردم؟ شما که عزیز بیا منو بلند کن. داش بیا دیگه. الو داش فازت چیه؟ منو بلند کن. بچیم 4 بلند نمیکنه دهن سرویس. آرومانم آماده باش که بزنم سری. بله آرمور 150 رو میزنیم و بریم ببینیم یه نفر کجاست. میچرخیم تا پیداش کنیم بالاخره دیگه. ببینم من میزنم اونو یا شماره 1 یا اصلا اون هر دوتا اونو میزنه. شاید اون هر دوتا اونو زد. حساس میشه. ببینین اوضاع از چه قراره. میره تو ببینین داشتمون کجاست. کجا کمپیده که در نمیاد.
بالاخره که باید بمیره که، چون دو به تکیم. اون پایینه، بزنیمش. حالا اشکال نداره، دوباره استارت میکنی عزیزم. ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدین. لایک و ساب فراموش نشه.